زیبایی نعمت خدادادی است که در بعضی از افراد بیشتر وجود دارد. یک سایت معتبر در اقدامی جالب تصاویری از زیباترین زنان دنیا را جمع‌آوری کرده است. این زنان در کشورهای مختلف دنیا زندگی می‌کنند و از نظر زیبایی ظاهری بی‌نظیری دارند. در ادامه این ویدیو شما را با 10 تا از کشورهایی که زنان و دختران آن زیبا هستند رو معرفی می‌کنیم. سلام، به کانال دکتر دانستنی خوش اومدید. قبل از دیدن ادامه ویدیو برای حمایت و بیشتر دیده شدن ویدیو رو لایک کنید. شماره 10 آمریکا و کانادا. این دو کشور به طور مساوی در جایگاه دهم قرار دارند. در خیابان‌های مختلف شهرهای آمریکا می توانید با بسیاری از زنان زیبا که از پیشرفت‌های اجتماعی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی برخوردار هستند برخورد کنید. دانش آنها به زیبایی با شخصیت‌های جذابشان ترکیب شده و آنها را به یکی از زیباترین زنان جهان تبدیل کرده است. این کشور نیز در جایگاه نهم قرار دارد. زادگاه شکسپیر است و می توانید از ترکیب فرهنگ‌های زیادش لذت ببرید. انگلستان هر چیزی که شما از یک کشور انتظار دارید را فراهم کرده. زنان بریتانیایی نیز ترکیبی از فرهنگ‌های متنوع هستند که دارای تون‌های رنگی مختلف پوستی و ظاهری هستند. خانم‌های بریتانیایی پیچیده هستند، تحصیل کرده‌اند و همینطور جذاب که دارای رتبه‌هایی چون سیاستمدار، بازیکن و بازیگر هستند. شماره 8 ونزوئلا. این کشور نیز در جایگاه هشتم قرار دارد. واقع در ساحل شمالی آمریکای جنوبی است و دارای بسیاری از جاذبه‌های توریستی فوق‌العاده که بیشترین تعداد تاج‌ها را از رقابت‌های مختلف زیبایی بین‌المللی به کشورشان ارمغان آورده‌اند. این کشور دارای بسیاری از دختران شایسته و برندگان این مسابقه است. زنان ونزوئلایی کاملاً بی‌نقص ترسیم شده‌اند و ویژگی‌های جذابیت خاصی دارند. ونزوئلا یکی از کشورهایی است که زیباترین زنان جهان را دارد. شماره 7 اوکراین. این کشور نیز در جایگاه هفتم قرار دارد. این کشور عظیم اروپای شرقی به خاطر کلیساهای پرطرفدار، ساحل سیاه و کوههای جنگلی و سبز باشکوه شناخته شده. این کشور همچنین به خاطر داشتن بعضی از جسورترین و زیباترین زنان جهان هم شناخته شده و خانم‌های اوکراینی ترکیبی کاملی از حساسیت و جذابیت هستند. شماره 6 هندوستان. این کشور نیز در جایگاه ششم قرار دارد. هند سرزمین تنوع دارای چندین ویژگی منحصر به فرد و جاذبه‌های زیبایی است. زنان هندی با پوست تیره خود و لباس‌های خیره کننده زنان هندیشان یا همون ساری معروف هستند. موهای بلند تیره و چشم‌های زیبایشان آنها را به راحتی زیبا کرده است و آنها در میان زیباترین زنان جهان قرار گرفتند. شماره 5 ایتالیا. این کشور نیز در جایگاه پنجم قرار دارد. ایتالیا با فرهنگ زیباییش و لذت غذاهایشان و فرصت‌های غنی گردشگریش شناخته شده و در کنار اینها ایتالیا جذابیت مدیترانه‌ای خود را نیز دارد. دختران ایتالیایی نیز به همان اندازه به عنوان زیبای مدیترانه شناخته می‌شوند. واقعاً دشوار است که در برابر بانوهای ایتالیایی زیبا شگفت زده نشد. زنان ایتالیایی در حالی که در یکی از مراکز اصلی مد در جهان زندگی می‌کنند، اما دارای درک بسیار خوبی از مد نیز هستند که این باعث می‌شود آنها واقعاً جذاب دیده شوند. به این دلیل است که آنها در رتبه‌بندی زیباترین زنان جهان قرار دارند. شماره 4 روسیه. این کشور نیز در جایگاه چهارم قرار دارد. بزرگترین جامعه کشوری جهان، روسیه یک مکان جالب برای چشم‌اندازهای خیره کننده که شامل جنگل‌های تاندرا تا سواحل نیمه گرمسیری است. درست مانند خود کشور، زیبایی روسی و زنانش نیز در کل جهان معروف است و هیچ شخصی نمیتواند در مقابل شکوه و جلال آنها مقاومت کند. از بازیکنان تنیسور تا ژیمناست و از مدل‌ها تا بازیگران، زنان زیبای روسی همه را شیفته چشمان آبی فوق‌العاده زیبایشان و ویژگی‌های بی‌نقصشان می‌کنند. شماره 3 فرانسه. این کشور نیز در جایگاه سوم قرار دارد. فرانسه خانه شهرهای خیره کننده، روستاهای آلپ و سواحل مدیترانه‌ای جذاب. همچنین برای فرهنگ‌های گوناگون آن، غذاهای مختلف و مد پرجنب و جوش مشهور است. همچنین این کشور خانه زنان واقعا زیبایی نیز هست. زنان فرانسوی به خاطر زیبایی بی همتایشان، نوع زندگی، رفتارهای دوستانه و مد بی‌نظیرشان شناخته شده‌اند. شماره 2 برزیل. این کشور در جایگاه دوم قرار دارد. برزیل کشوری است که به خاطر ویژگی‌های جغرافیایی منحصر به فرد، طبیعت زیبا، تاریخ و فرهنگ‌های زیبایی شناخته شده است.
و زنان برزیلی نیز به خاطر آگاهیشان در مورد اجتماع و سنت‌هایشان مشهور هستند. آنها به خوبی می‌دانند که چگونه خود را وارد کنند و نقش کلیدی در برگزاری مناسبت‌ها و جشن‌های کشورشان داشته باشند. بنابراین برزیل نیز به یک کشوری برای داشتن جذاب‌ترین زنان جهان تبدیل شده است. و اما شماره 1 ترکیه. این کشور نیز در جایگاه اول قرار دارد. هر زمان که در مورد زیباترین زنان صحبت می شود، ترکیه همیشه رتبه اول را دارد. لذت بردن از ارتباطات قوی با فرهنگ‌های مختلف تاریخی و امپراتوری‌های باستانی باعث شده که این کشور خانم‌های بسیار زیبای طبیعی را داشته باشند. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر در آینده کانال رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از آخرین ویدیوها دکمه زنگوله رو فعال کنید و برای بیشتر دیده شدن ویدیو رو لایک کنید. تا یه ویدیوی دیگر بدرود.